تاجیکستان به زبان فارسی شما میگین زبان تاجیکی. این اصطلاح زبان تاجیکی از چه زمان شروع شد؟ چون ما در آثار کلاسیک های ادبیات فارسی آسیای میانه هیچ وقت ندیدیم که به این زبان تاجیکی گفته شود. حتی در قرون بعدتر هم ما نمیبینیم که به زبان فارسی تاجیکی گفته شود. اما پس از آمدن روس‌ها به آسیای میانه ما میبینیم که به این زبان به عنوان زبان تاجیکی خطاب میشه و از او یاد میشه. چطور شد که نام زبان تغییر کرد؟ خب در حقیقت زبان ما از نظر نام تاریخی و اصالت تاریخی خود زبان فارسی هست و این من حاضر همین لحظه با شما که به اصطلاح دری صحبت میکنید یا با یک خبرنگار BBC که فارسی صحبت میکند با همین زبان خودم صحبت میکنم، ما و شما هم دیگر رو 100% میفهمیم. یعنی که زبانی مشترک فارسی هست. ولی درباره این نام زبان من مثلا و همه کسی که همین تاریخ زبانی ما رو میدوند که فارسی و دری و تاجیکی در اصل یک زبانند. این بحث نیست. من نظرم این نیست که تاجیکی یک زبانی غیر از زبان فارسی باشد. بعضی شاید 1% عالمان ما چنین نظر داشته باشد. در تاجیکستان هم همه نظرش این است که فارسی، تاجیکی و دری یک چیز است. ولی از نظر تاریخی همون اشاره که شما کرده در وقت تقسیمات، اینجا یک امون گروه هایی که میخواستند تاجیکان صاحب دولت نشوند، چون که فرمان استالین این خیلی بود که دولت فقط به ملت های بومی آسیای مرکزی داده شود. بنابراین باید که همه اثبات میکرد که ما ملت بومی هستیم. بنابراین دشمنان یا بدخواهان دولتداری تاجیکان یک نظریه رو مطرح کردن که چند تا جزئیات داشت. یکم این که میگفتن تاجیکان همچون ملت وجود ندارد، این بخش از فارس است، بخش از ایران است. دوم میگفتن که تاجیکان ملتی بومی آسیای مرکزی نیستند، بلکه اینا مهاجرینند که از ایران آمدند. سوم میگفتن که زبان تاجیکی این همی زبان ایرانی، زبان فارسی است که این قومای ترک منطقه را یاد گرفتن و شدن فارسی زبان. چهارم میگفتن که این ملت اونوش که اعتراف میکردن میگفتن که اقلیت بسیار خرد قومی هست در بعضی روستاها. بنابراین یک مسئله بود که دولت را صاحب شدن یا صاحب دولت شدن تاجیکان به اثبات این وابسته بود که اثبات کنن که ما در این منطقه همچون ملت بومی با نام تاجیک هستیم و همین زبان ما هم زبان تاجیکی است. بنابراین تاجیکی نام بردن زبان از نظر علمی هم خطا نیست. مثلا یک تاجیک زبانش تاجیکی گفتن منطقا هم خطا نیست، ولی اساس گپ مسئله دولت، مسئله اثباتی موجودیت و هستی این ملت بود. بنابراین بزرگان فرهنگ و سیاست تاجیکستان اون وقتی که ملت ها، دولت های به نام ملت ها باید ساخته می شدن که گفته می شد که مثلا اینها ازبک، دولتشان ازبکستان، زبانشان ازبکی، اینا قرغیز، دولتشان قرغیزستان، زبانشان قرغیزی. در همین چارچوب آمدن گفتن که اینا تاجیک، دولتش تاجیکستان و زبانشان تاجیکی. شما استاد چند بار استاد اشاره کردین بحث علمی میتونه جا داشته باشه، ولی از نظر واقعیت سیاسی امروز آن روز این تنها راه بود که تاجیک در این منطقه هستی خود درست استاد شما دولت دار شود. این مسئله بود و نبود ما بود. بنابراین بحث علمی و حقیقت علمی سیاسی دو چیز جدا از هم هستند. استاد راهنما، شما چند بار که هر سه یک زبان است با نام‌های متفاوت که در منطقه‌های مختلف از این منطقه از اونها نام برده میشه، اما سوال مردم است که آیا تاجیکستان
بالاخره به خط کهن فارسی خود برمیگرده یا خیر؟ چون بیش از 30 سال شد که شما مستقل هستین، یک کشور مستقل هستین و دیگر زیر سیطره و استعمار امپراتوری روسیه قرار ندارین. آیا به خط فارسی برگشتن یکی از دیدگاه ها یا یکی از برنامه های دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان است یا خیر؟ خب این هم سوالی حساس است. من در این باره چی میگویم؟ بینید، خط فارسی به شبهه، من از روی وجدان نظر خود را گویم، خط فارسی به شبهه یک بخشی از فرهنگ ما، بخشی از تاریخ ما، بخشی از هویت ماست. جدا از این، خط فارسی نه فقط برای ما نه تنها یک خط رسم الخط، بلکه خط فارسی فرهنگ از هنر است، هویت از زیبایی شناسی است، علم است، تفکر است. ما این را درک میکنیم. مثلا من شخصا خودم خط فارسی استفاده میکنم، هیچ مشکلی نداره و هزاران نفر اهل فرهنگ و زیای تاجیک به همین نظرند. یعنی از نظر این که خط فارسی بخش هویت ماست و او باید رایج باشد، هیچ کس مشکل ندارد یا اکثر مردم و اهل علم مشکل ندارد. دوم اینکه دولت چیکار میکند؟ حاضر در مکتب‌های میانه تاجیکستان یا بگیم در مدرسه ها خط فارسی به نام الفبای نیاگان همچون یک درس حتمی تعلیم میشه. مثلا کسی اگر در مکتب در مدرسه خوب درس خواند، با فارسی خوانده و نوشته میتواند. یعنی این جزء برنامه ها یا سیلابوس، جزء برنامه های درسی مکتب های دولتی تاجیکستان است. یعنی معناش این است که دولت در سمت نشر و فراگیری همین خط تلاشای دارد. ولی مسئله است این که خط فارسی به خطی رسمی برگردد، این سوالی اساس است. من چی میگم در اینجا؟ که اینجا دو چیز است. یکی همین جنبه اقتصادی همین مسئله، که مثلا یک کشور مثل تاجیکستان که در حال آغاز رشد اقتصادی خود، در حال آغاز رشد است، آیا میتواند یک برنامه‌ای که تمام نظام معارف، نظام فرهنگ، نظام علم، تمام نظام اداری را به خط دیگر برگرداند؟ آیا از نظر اقتصادی توانی را دارد یا ندارد؟ این یک مسئله است، زیرا به حسابای ما این میلیاردها دلار میخواهد. دوم اینکه این ملت تاجیک امروز در این خط سیریلیک یک ملت تحصیل کرده است، آیا این را ما دوباره در مدت کوتاه میتوانیم به همین سطح تحصیل بیاریم؟ چون که من چند جا گفتم ملت تاجیک 100% با سواد است، بعضی هایی را نادرست فهمیدن. منظور ما این است که از نظر همین نظام معارف در تاجیکستان تحصیل 11 ساله حتمی است و 100% مردم سواد خواندن و نوشتن و فهمیدن دارد. ولی آیا ما این را دوباره در مدت کوتاه میتوانیم برقرار کنیم یا نه؟ این اینجور مسئله است. از همین رو من نظرم این است که خط فارسی همچون جزء هویت، جزء فرهنگ، یک ارمان ما است، ولی شرایط تاریخی و اقتصادی و فنی کافی لازم است تا به اون برگردیم. درست. بنابراین یک گمان این که تاجیکان ضد خط فارسی ان یا رو نمیخوان، اینطور نیست. ولی توانایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی همی رو امروز تا کجا داریم، اینجا مشکل است. بنابراین